نریخته نگاه کن چی شد. نگاه کن. یود موجود توی نمک تصفیه شده رو با نمک‌های طبیعی می‌خوایم مقایسه بکنیم که ببینی این نمک تصفیه شده چقدر یودش بیشتر از حد نیاز بدنه و اصلا یود نداره توش. یود خوبه اگه میزدن، دارن یودات پتاسیم میزنن که خیلی ضرر داره برای بدن. حالا بیاین اینجا آزمایش بکنیم. این کیت تشخیص یود در نمکی از کارخونه آهل. اگر کلن هیچ رنگی نشه یعنی این که یود نداره. بهترین نوع مصرف این دوتاست. اگر زیاد یعنی اگر خیلی تیره بشه یعنی این که یودش خیلی زیاده و برای بدن ضرر داره. خب این قطره رو من تکون دادم، بازش میکنم. حالا نگاه کن. نریخته نگاه کن چی شد. نگاه کن. این یود زیادیه که توی این نمک زدن. نگاه کن گریدشو. اینم رو نمک صورتی. این بعد 5 دقیقه 10 دقیقه کامل رنگش مشخص میشه. این هم که اصلا تکلیفش روشنه. اینو یه راست بعد بندازی تو سطل آشغال. بریم ببینیم یودات پتاسیمی که توی این نمک دارن میزنن با بدن چی کار میکنه. بیا اینجا. عوارض افزایش یود در بدن، یعنی این نمک یودداری که داری استفاده میکنی یودش انقدر زیاده که باعث چی میشه؟ 1. مشکلات تیروئید که داره بیداد میکنه تو جامعهمون. 2. التهاب پوست و آلرژی ها. 3. اختلالات گوارشی. 4. اختلالات قلبی عروقی. 5. تاثیر بر عملکرد کلیه ها. عوارض مربوط به بارداری. این همه سقط جنین برای چی زیاد شده؟ کاهش کیفیت زندگی و عوارض روانی. این منبع علمی سایت دکتر خورشیدی. برید خودتون چک بکنید. این نمک صورتی ایرانه که داره صادر میشه به کل کشورهای آمریکایی اروپایی. بعد تو ایرانی که این تو مملکتته خوردنش محرومی، بعد میان میگن که این نمک خوب نیست، سمیه، فلزات سنگین داره نخور. بعد صادر میشه به کشورهای آمریکایی اروپایی. آمریکایی اروپایی ها دیوانن بیان نمک سمی بخورن. نمک صورتی مقدار یودی که داخلشه ببین قشنگ مشخص شد. این برگه تاییدیه آزمایشگاه مواد غذاییه که ثابت میکنه این نمک هیچ گونه ناخالصی داخلش نداره. تمام مواد معدنی مورد نیاز بدن یک انسان با این نمک ها تأمین میشه. با سلامتی خودت و عزیزات این کارو نکن. این اون یود صنعتی و یودات پتاسیم مضره که داری به خورد خودت و خانوادت میدی.